سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر 09099 نمیدونه میشم. همین چند بروز که همین اوروی که در همین فیسبوک میپرتوی ما نگهشون میکنیم. این نمیدونیم که این خبرهای اخیره به خود گرمانیا که در کدام طرف کی بهتر میرسوننه. سال مشتستم به خودم فکر کردم همچون مادر شما خودتون در غریبی یک بار بیای همین تاجیکستان و نمی ونج خودمون رو بینی که آبادی چه خیلی خشروی رفته است، همه تینج همه بینای حاضر زمانه به یگان مادر یگان کس کار نداره، یگان آدم به مادر کار نداره، همه خوبی نازیم. بعد همین یک نصیحت مادرور به شما را نخواه که تو در آلمان برای تو فرزندی خط ایوان میگیری و با چی مردمی ونجو با تاجیکستان همه خیلی گپا را میزنی. من همه خیلی آدم را نفرت میخونم. نخواه که تو را چه خیلی مادر پدر کلان کرد که تو همه خیلی گپا را در حق وطن میزنی. ایدور همون سگ میگن میجخنه بیای قزور است یک بار در چی ببین سطر وقتی که تولیم کودکی ما سه تا هم ریتره داریم امون و بیت بوبیت البته ما بدیاییم ایش که سطر بستگی داشت این سطر بستن این ای مردمی عربای ما مومونو و بیامون دوکای سفید هم میبستن و دکانی هم میبستن به یقیب و دفعه دردشون و دفعه قنبک و بعض موچی میکرن شوخی میکرن. تو نخواه که همین تاگه مرد باشی یک بچه جون تین گپا را در وصفی چی نمیزنی تاجیکستان و ونجر نمیزنی این گپا تا بس کن که عاقبت این چی تا خدا میدوننه. ای تو التماس همین کار تا نکن. این کاری که تو میکنی در یگان دولتی که ما این فیسبوک میدونیم یگان ملت این کار نکریزه. تو یگان کار کنی کتن نباشی، تو یگان ابرزوانی نداشته باشی، تو درباره من نبیده حوزن ندومی، تو شرم نمیکنی که همین خیلی گپا را میزنی. این گپای تو را هیچ کس باور نمیکنه، هیچ کس باور نمیکنه. امی اگر 100 بار بد روی بدرگری هیچ کس باور نمیکنه، هیچ کس هم در قبیلت نمیشینه. ما شکرانه میکنیم که همین خیلی پوچوی مملکت امام علی رحمان داریم و ای خدای تعالی شب و روز دعاگویم که در سر دولت پوچو باشه با ما باشه دائم سربلند سرفراز باشه مثل تو بیدرکو را کش کنم.